جوانان تاجیکستان صاحب استقلال نیروی سازنده وطن بودند، در رشد دولت و آبادی وطن فعالانه سهم می‌گذارند. مرز و بوم سرزمین اجدادی را حمایت می‌کنند، وطن دوست و وطن پرست با ننگ و ناموسند و به خلق و دولت تاجیکستان صادق میباشند. همین است که روزی دعوتشونده در ناحیه واسع 100 نفر جوانان با ننگ و ناموس بعد گذشتن از کمیسیون طبی برای خدمت وطن مادر ادای قرض شهروندی آماده شدند. من سفارов давлатҷон алишерович баъди хатми донишгоҳи байналмилалии сайёҳии соҳибкории тоҷикистон мехоҳам ки ба ватани худ содиқона хизмат намоям. имрӯз бошад масалан рӯзи 1 октябр рӯзи даъватшавандагон аст ки ба комиссарияти ҳарбии ноҳия даъват шудем ва мехоҳем ки ба ватани худ содиқона хизмат намоям ва сарбаландона ба пеши падару модари худ баргардем. در چنین محیطی دانه بخشیده به روز دعوتشونده در صحن حلی بینای کمیسریت حربی ناحیه با اشتراک نوسکران و والدان، نمایندگان مقامات‌های حفظ حقوق، سابقه‌داران مهنت پیش از گسیل نوسکران جمع آمدی تنتنوی دایر کرده شد. در این همایش رئیس ناحیه واسع نزد اشتراکچیان با معرضای ادانه برآمد نموده نوسکران را بخشیده به روز دعوتشونده تبریک نموده در ادای قرض شهروندی به آنها برای کامیابی‌ها آرزو نموده از جوانان دعوت به عمل آوردند که خدمت وطن مادر را صافدلانه ادا نموده بعد انجام آن سربلندانه نزد والدانشان برگردند. همچنین در این روزی برای این جوانان خاطرمان والدان نوسکران برآمد کردند، با افتخار سخن نمودند، قید نمودند که خدمت برای هر یک جوانمرد شرف و ناموس وطنداری است. در همین محیط دانه با آن جوانانی که پیش از دعوت مکتب اتومبیلی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع به انجام رسانیدند، با آنها شهادتنامه رانندگی سپاریده شدند. بعد انجام جمع آمد تنتنوی در خدمت فرهنگی چورابینی شروع از عنعنه نیک نیاگانمان هنگام گسیل نوسکران اجرا گردیده کارمندان بخش فرهنگ ناحیه با برنامه ادانه کنسرتی خاطر اشتراکداران چورابینی را شادگردانیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید